ترکمنی که بلای جون عرب‌ها شده، شاید با ویژگی‌هایی مثل پولدارترین ورزشکار کشورمون یا دومین گلزن برتر تیم ملی ایران و یا شاید سومین بازیکن پر افتخار کشورمون بشناسیدش. بله، سردار آزمون. سردار 31 سالشه ولی تو همین سن به قدری پول داره که فقط یکی از قراردادهاش با شباب الاهلی حدود 1000 میلیارد تومان بوده. قبل از این هم از تیم روم ایتالیا هر سال حدود 600 میلیارد دستمزد میگرفته. سردار بزرگترین کلکسیون اسب‌های قیمتی ایران رو داره، یه صرافی بزرگ و چند فروشگاه و یه تیم والیبال داره که علاوه بر درآمدش از فوتبال، از این شغل‌ها هم درآمد میلیاردی داره. ایشون پسر خلیل آزمون، والیبالیست مدرسه کشورمونه که ایشون هم 2 بار بهترین بازیکن سال آسیا شدن. سردار انتقاممون رو توی بازی با قطر گرفت. اگه با این انتقام حال کردی به افتخارش لایک کن.